که خوب باشین، جور باشین دیگه. در هر سال دنیا نشمار خوش بیل آباد بیل مردنیایش دیگه. حالا پس سودارشتم گفتم من تو یک ویدیوم بگیرم دیش سکینه انداختم ویدیوم دیگه. برم چیزا کنم گوشت مردنی بدم، برم گوشت بیدم. شام مردم داشتم، مهمانم کم داشتم دیگه. رسیپی قیمه رو کچم شیرم امروز گفتم قیمه بکنم دیگه. این چه پرنده هم بفرستم. امروز گرمی هم تیز شده دیگه تقریبا. اون گوشت خسته نه؟ های درست کن که آورم شده دیگه. نه گرمیه تو جامعه بگیری باری سودا بگیری، کم گوشت موشت بگیری. باری بخیر جماعت دوم خانیزم که گوشت خسته پیسه بگم برم گوشت بگم برای شیر. گرمی هم زیاد شده. نونوی ممششته جایی مخوره درام دی نماری؟ نماری؟ اوه خدا دیش زد بیا باری جاجا باری نماری؟ چی مخوری؟ این مردار خوری اینی داغ پورنه بس من گلاس خالی نه. باری جاجا باری دارم آوردی دیگه. تا گرمی هم گوشتم شده دیگه. ولی گوشتم شوکش کنیم نارم پیگه کنیم چاولم تر کنم اینجا دیگه. خواهرم من گوشت شوشتم 1 کیلو گوشتم دیگه. ما خانه میشه قیمه منم اگه کشتم جور کنم یا قیمه جور کنم و خانه دیگه منم سرشی دکان خانه مایم خانه خوب صاف سوشا بکشیم حوکس میشه قیمه میشه دیگه. ولی اینجا مایی را قیمه منم دیگه. این خواهره اینجا 1 کیلو آلو تکتم قیمه کدام دیگه. این سیر و ادرکش هستم دیگه. این ٹماٹر گرفتم 1 کیلو 4 دانه پیاز هستم مرغ سوزه دیگه. ما این حال رنده کنم دیگه. اینجا که اینا مساله گرفتم 2 قاشق شامپوری متری گرفتم متری خشک دیگه. 1 قاشق شامپوری ما ادرک گرفتم دیگه. 3 قاشق شامپوری ما مساله میکس گرفتم 1 قاشق شامپوری ما زیره گرفتم زیره چاول دیگه. 2 قاشق نمک گرفتم من شامپوری دیگه. اینجا سیر و ادرکش تمام شده کدام که دیگه. ٹماٹر انداختم دیگه. مرغ سوز انداختم دیگه. شما راحت که قبل سرچ کنید که شما قسم بزنید براتون دیگه. قیمه که البته خیلی مزه میده دیگه. ما خیلی خوش داریم نمیشه کنید انداختم اینجا. ما چیلر جوش داغ دادم اینجا روغن میندازم یا ما اینجا پیاز را منداخت میکنم که پیاز گلدن کنم. پیاز گلدن شد تا راست بشیم کم تیز زرد شد شون هم از بشیم برای شون بود دیگه. ما سیر ادرک کنم برای زیرین بزنیم برای ٹماٹر پیدا کنم برای رنده داده بدیم. اینجا سیر و ادرکشم انداختم کم سر کنم شده مسالهشم برایشم میندازم باز ٹماٹر رو میندازم برام دیگه. اینجا ما ٹماٹر شو انداختم قیمه را سرخ کردیم زیاد سرخ نکنم کردم رنگش زیاد سیاه میشه بس ما خوشم نمیم دیگه سیاه دیگه کم رنگشم خوب روشن باشه خوش آدم مایه مزه میده دیگه. ٹماٹرش انداختم مسئول کنیم
یه نخورم یک گیلاس هم چای خوری که چای میپری اما دالچینی گرفتم ایرو کش کنم دیگه باز میلم برای پختشتا که پخته شونه من یک قیمه میندازم یه نخورم آلو را انداختم قیمه را اول سرخ کردم باز آلو را انداختم دیگه ندیدم کم کازی سرخ کنم باز آب میندازم که پخته شونه آلویشم دیگه خود قیمه پخته شونه هم درست نیستی دیگه شما میتونم تا ترای کنید البته تمام یاد داشته باشین خواره مگر بریم زو کسایی میگم که گو یاد نداره بیچاره گو اینجا ما اینا آورده خواره که آلوش پخته شونه قیمه پخته شونه میگم ترتای گیس نورمال میمون کسی پخته شونه بخیر خواره دالچینی را منیش انداختم دالچینی زیاد نرم نمونم تا کم سخت باشه چرا که باز زیاد چیزا میشه قیمه دلارتو میشنه خوبشی نمایه دیگه نالسی سیشتم که کم تش ذایقهش برشونه خواره دیگه از مام تیار شد دیگه مامیش انداخته این قیمه پخته شده بود سرخانه ور کده دیگه تو شاوجو مام داشتی کم شاول بلبلیم پخته کردیم نظر کردیم دیگه اینه من تیار شد نوش جانی دیگه خیال خوب بینین ویدیو رو تا آخرت وقت کن لایک کنین سابسکرایب کنین از زیاد چون نره دیگه خیال خوب بینین زیاد خداحافظ